آرامسازی برای کسی که زیاد گریه میکنه. اتفاقا اینم از اون مسائلی که ما میدونیم تون پایین عصب واگ زمانی که شما نمیتونید اوورکام کنید به اون واکنش احساسی. مثلا یه دفعه افرادی که دیدین خشمگین میشن تا آخرش اصلا که بند نمیاد، این خشم همینجور برون ریزیشه، یا گریه های خیلی زیاد. البته اینکه اگه گریه شما مزمنه و زیاده، یه کمی راجع به موضوع افسردگی و اضطراب حتی اگه شده یه متخصص ببینیم. میدونم که به هر حال همه ما میتونیم توی شرایطی باشیم که کم و بیش الان هممون این استرس رو کم و بیش که میگم، یعنی بعضی بیشتر بعضی کمتر دارن، اما اینکه بخواد مدام باشه همش گریه کنید اینا دیگه نیاز به دیدن یه متخصص دارین، برای اینکه میتونید اونجا افسردگی رو چک کنید، اضطراب رو چک کنید، به خصوص افسردگی. البته داستان افسردگی هم نقشی که نوروترانسمیتری مثل سروتونین داره در مورد افرادی که میگن ما حال مه مغزی داریم هم هست. چک کنید دستگاه گوارشتون رو، رودتون رو، سلامت رودتون رو. خیلی خیلی مهمه، خیلی مهمه تو خلق و خوی شما، توی افسردگیش، چون 90% سروتونین نوروترانسمیتری که باعث احساس آرامش، خوشحالی، خوشبختی در شما میشه، حتی به نوعی بهتون انگیزه میده، در روده شماست و این نوروترانسمیتره که در روده ماست متفاوته با اون چیزی که در مغز ما تولید میشه. و برای همینه که داشتن روده های سالم و روده سالم که میگیم داریم راجع به فلور میکروبی روده صحبت میکنیم. بچه‌ها که دوستانی که تو دوره سفر سلامت هستن میدونن سفر سلامت 7 ستون داره. ستون اول وقتی راجع به پاکسازی صحبت میکنیم داریم راجع به پاکسازی پتوژنایی حرف میزنیم که خیلی هاش توی روده های ما. و وقتی هم میگم پتوژن یعنی چی؟ ببینید فلور میکروبی که موجوداتی که بیشتر از سلول های ما، باکتری هایی که دارن توی روده ما زندگی میکنن، باکتری هست، قارچ هست، انواع اقسام پتوژن ها هستن. اونهایی که خوبن که خوبن، ولی اونهایی که حالت پتوژنیک دارن یعنی باعث بیماری ما میشن، یه شب ساخته نمیشن، یه شب اونجا جمعیتشون زیاد نمیشه. اینا در طی سالها لایف استایل غلط، به خصوص تغذیه غلط، استرس، چون کورتیزول بالا این فلور میکروبی رو به هم میزنه، آنتی بیوتیک هایی که ما در طی سالیان استفاده میکنیم، باعث، واقعا میتونم بگم یه چیزی که منو خیلی عصبانی میکنه زمانی که مثلا به یه بچه زیر 5 سال اوور پرسکرایب میکنن پزشکا. حالا زیر 5 سال از این جهت میگم که یه سری از این بچه‌هایی که کوچیکن زیر 5 سال 7 سال وقتی آنتی بیوتیک میخورن و یه سری از جمعیت باکتریایی خوبشون رو از دست میدن، دیگه اصلا تا آخر عمر وقتا اون باکتری ها رو نخواهند داشت، اونا دیگه بر نمیگرده یا به اون لودی که باید نمیرسه. یعنی بمبی که میندازن تو بدنمون خوب و بد و با هم دیگه قلقم میکنه. و یکی از داروهایی که بیش از حد پرسکرایب میشه توسط پزشکان، یعنی یه جاهایی اصلا نیازی نیست، نه بیش از 90، اگه من این اشتباه نکنم، حالا پزشکا بعد اگه اینجا باشه من تصحیح کنم، شاید 90-98% عفونت هایی که ما داریم ویروسیه و اصلا نیازی به آنتی بیوتیک نداره. به اون مرحله نرسیده که آنتی بیوتیک بخواد، ولی میدونیم آنتی بیوتیک که استفاده میشه یکی از همون چیزایی که میتونه روده ما رو از اون سلامت خارج کنه. داروهایی که داروهای نان استروئیدی هستن که مسکنن، مثل ایبوپروفن، مثل داروهای مسکنایی که داده میشه، اونها هم میتونن لاینینگ دستگاه گوارش رو به خطر بندازن. داروی ضد بارداری، برث کنترل، قرص‌های ضد بارداری، رژیم غذایی که در اون روغن‌های هیدروژنه استفاده میشه، روغن‌های گیاهی که میدونیم نباید استفاده شه، تو دوره غذا گفتیم، غذاهای اولترا پروسس، فوق فرآوری شده، شکر، غلاتی که تصفیه شدن، آرد سفید، اولترا پروسس ها، تمام اینها در طولانی مدت سلامت ماکروبایوم روده ما رو به خطر میندازه. کنارش استرس هم بگیریم. و این رژیم غذایی نادرست، استرس، عدم حرکت، داروهایی که میخوریم کم کم شرایطی رو فراهم میکنه که ما روده های سالمی نداریم. و یکی از جاهایی که خیلی خوب میتونیم ببینیم میدونین چیه؟ جایی که شما دچار مه مغزی میشین. یعنی خیلی وقتا میتونم بگم 70%
دلیل این مه مغزیه از توی روده هامون باید ببینیم. حالا زیاد از عصب واگ دور نشیم، در راجع به سلامت دستگاه گوارش و اینها خیلی زیاد میشه صحبت کرد. اما اگر شما یک سری نشونه ها رو میبینید، مثل اینکه با هر خوردن غذا خوردنی نفخ زیاد دارین، گاز و نفخ و یبوست و مشکلات گوارشی، اگر میبینید مه مغزی دارین، اگر احساس خستگی مزمن دارین، اگر رنگ پوستتون تیره است، اینها میتونه نشونه این باشه که شما باید به سلامت دستگاه گوارشتون خیلی زیاد توجه کنید. بریم چند تا تمرین رو داشته باشیم. اولین تمرینی که میخوام انجام بدین مال الان نیست، زمانی که صبح از خواب بیدار میشین، یکی از بهترین زماناش رو موقع است، ولی در طول روز هم میتونین انجام بدین. زدن آب سرد به صورتتونه. الان که اینجا زمستونه، آب ما واقعا سرده. نمیدونم تو تابستون ایران حالا یا نیم کره شمالی هر جا که زندگی میکنین چقدر به آب سرد دسترسی دارید. و وقتی هم میگم به صورتتون بزنید، مطمئن شین که به گردنتون هم میزنید، به خصوص گونه هاتون و گردنتون. آب سرد میتونه یکی از اون تمریناتی باشه که عصب واگ رو بتونه فعال کنه. این که میگم آب سرد بزنید، خیلی ها میگن که خب پس دوش آب سرد هم همون کار بر ما میکنه، یا cold exposure یا همچنین، یا cold plunge. ببینید امکان داره تو بعضی ها خود cold plunge، من درسته که همه دوستانی که میدونن به خصوص تو کندالینی هستن اصلا میدونن یکی از تمرینات لایف استایلی که من میگم دوش آب سرده، ولی برای همه نمیگم همیشه. دلیل داره برای اینکه افرادی که بیش از حد سیستم عصبی سمپاتیکشون فعاله، آدرنالین و کورتیزول بالاست آن دیفالت، اون میتونه حتی بهشون استرس بده. ولی آب سردی که شما به صورتتون میزنید و گردنتون میزنید، بخشی رو که فعال میکنه، به خصوص که ما میدونیم عصب واگ خیلی توی این ناحیه به سرعت میتونه فعال بشه و سیستم عصبی پاراسمپاتیک رو فعال کنه که یه سری تمرین هم الان براش میدیم، اون کمک میکنه. میتونید از کیسه های آب سرد استفاده کنید یا این کولد پک ها و اونو بذارین روی گردنتون. اگه خیلی سرده یه پارچه بپیچین دورش، بذارین کنار گردنتون در طول روز چندین بار. هر موقع که میبینید داره این حالت به هم ریختگی و اینها میاد، من بهتون گفتم ریست کردن عصب واگ یه سری تمرینات فوری داره که امروز داریم راجعش حرف میزنیم، ولی یه سری تمرینات لایف استایلی داره. یکیش ورزشه، یکیش خواب خوبه، یکی تمرینات ورزشی بسیار مهمه. این هم که شما آب سرد به صورتتون میزنید دیگه به شکل یک لایف استایل در بیارید. حوضچه آب سرد بعد سونام اون خیلی فواید دیگه ای هم داره، ولی اگه فشار خون دارین مراقب باشین یا مشکلات دیگه ای که دارین، حالا بها اون هم بدونید که باید به چه شکلی انجام بدید. من یه چیز در مورد خانمایی که اندومتریوز هم دارن بگم، چون خیلی از من این سوال میشه که آب سرد یا آب گرم، چون من میدونن خانم‌هایی که به خصوص توی سفر سلامت در دوره حرکت، نمیدونم این اصلا شاید تو دوره حرکت گفتم یا جای دیگه، که گرما درمانی و سرما درمانی در ریکاوری چه تأثیری داره. خانوم ها اتفاقا بهتره که بیشتر به سمت گرما برن تا سرما برن. همین من وقتی دوش آب سرد رو میگم برای خانوم ها، اولا همیشه نمیگم تو 3 روز اول پریودشون، خیلی وقتا میگم نه و طولانی میگم به هیچ عنوان توش نباشین. و آب سرد که میگم نه آب یخ یا آب 16 درجه رو در نظر بگیرید، یا آب 15-16 درجه 17 درجه رو در نظر بگیرید. اینکه یه خانمی بره تو این حوضچه‌های آب سردی که یخه و کولد پلانج، الان میدونیم متخصصین به خصوص فیزیولوژی ورزشی که تو ریکاوری و خیلی چیزا کار میکنن، میدونیم که این برای خانم ها خیلی خوب نیست. میدونیم حتی میتونه التهاب زیاد کنه برای خانم ها، میتونه روی هورموناشون اثر بذاره. ولی 15-16 درجه یه دمای خوبیه، کوله، خنک خوبه. اون میتونه یک دوش، یا اگه دوشی که تایمش کمه مثلا 1 دقیقه تا 5 دقیقهش کنه، نه که بریم تو کولد پلانج هر دفعه، نه. اما آب گرم و سونا خیلی میتونه خوب باشه، خیلی میتونه خوب باشه. ولی برای خانمایی که اندومتریوز دارن، ما میدونیم میخوایم التهاب بیاد پایین و اون گرماه نباید همیشگی باشه. یعنی حتما خانمایی که اندومتریوز دارن دوش آب سرد رو بهش توجه ویژه کنن، چون باعث کاهش التهاب میشه. ولی غیر از اون بقیه خانم ها اگر این امکانو دارید که سونا برین، حتما این کارو کنید. خیلی کمکتون میکنه. غیر از سمزدایی، خود اون گرما روی به خصوص سیستم هورمونیتون خوبه. اگر نیست که
با دوش آب گرم و اینها یا حموم آب گرم و وان آب گرم میشه همون کار رو کرد. خب پس زدن آب سرد به صورت، به گردن خیلی کمک میکنه. درست؟ دومین کاری که میخوایم بکنیم کاری که الان بهتون میگم. این از نظر نوروفیزیولوژیستایی که از مؤثرترین راهها برای فعال کردن عصب واگ، چون از نظر مکانیکی با این تمرینی که الان میگیم از نظر مکانیکی ما عصب واگ رو تحت فشار قرار میدیم. آماده این؟ سونای بخار یا خشک؟ سونای خشک. خب بنشینید. سعی کنید که آرنجتون رو به سمت پایین فشار بدید. ببینید به سمت پایین. چرا میخوام؟ چون شونه ها بیفته پایین. نمیخوام شونه ها اینجوری باشه. این کارو خراب میکنه. شونه رو میارین پایین. سرتون رو، گردنتون رو میبرید به یک سمت. حالا مثلا فرض کنید من سمت چپم و کمی بالا. نمیخوام فقط اینجوری به چرخه، میخوام کمی بالا باشه. چون ما میخوایم این ناحیه رو فعال کنیم. ببینید عصب واگ، این بخش از عضلات گردن، حتی با ماساژ شما میتونید عصب واگ رو فعال کنید. ولی همین حرکت تکون دادی سر رو به این سمت و بالا، گردن رو بردن، نمیدونم حالا میبینیم، میخوام مطمئن شم که زاویه درسته. ببینید گردن رو میچرخونم، میبرم بالا. این کشش رو باید اینجا حس کنید. اینو نگه میدارین حدود 10 ثانیه مثلا. آرنجا به سمت پایینه، شونه ها پایینه، بین 5 تا 10 و بعد برمیگردونید چونتون سمت دیگه، یکم بالا سر. یعنی این فشار مکانیکی که روی این بخش از عضلات حس میکنی، همین باعث میشه که دقیقا همون بخش حرکتی عصب واگ رو تحریک میکنی، نه بخش حسیشو. میبینید؟ و به خصوص توی ناحیه گردن 15% که حرکتیه. پس سر به این شکل، یکم بالا. پس متوجه که بهترینش رو ما برای تنظیم عصب واگ تو کندالینی داریم دیگه. و فکر نمی کنم واقعا از کندالینی یوگا و حرکاتی که میکنیم، حتی مانترایی که ما تو کندالینی میگیم، چون هامینگ زمزمه کردن الان با هم تمرین میکنیم، یکی از کارهایی که شما توی عصب واگ رو فعال کنیم. برای همینه که افرادی که کندالینی میکنن میگن که ما چرا اعصابی از فولاد پیدا میکنیم، دلیلش دقیقا همینه. خب تمرین دیگه‌مون آه فیزیولوژیکی. من اینو همیشه گفتم که آه فیزیولوژیکی به سرعت استرس رو میاره پایین و تأثیری هم که حالا داره کم و بیش روی دیافراگم، گرچه تنفس دیافراگمی مستقیم روی عصب واگ اثر میذاره. آه فیزیولوژیکی یک دمه، بازم بدنتون رو صاف بذارین، ستون فقرات صاف. یک دم عمیق ما داریم و طولانی از راه بینی، دهان بسته است. دم دوم کوتاه، بالای این دم فشرده، یعنی یکم دیگه اینطوری که اون کیسه های هوایی که هنوز جمع شدن مثل این بادکنک ها به هم چسبیدن توشون هم میدونی که مرطوب و خیسه، یکم بتونه باد شه. پس ظرفیت ششار میبریم بالا. از نهایت اونجا که کیسه های هواییمون میتونن با پر شدنش در اختیارمون بذارن استفاده میکنیم. دم، پس یه بار دیگه، و بعد بازدم از راه دهان داریم. بریم دم عمیق طولانی، دم دوم روش کوتاه، بازدم. چرا بازدم باید طولانی باشه؟ جایی که شما بازدم رو طولانی دارید، دوباره دارید عصب واگ رو تنظیم میکنید و باعث کاهش ضربان قلب میشه. همیشه شما وقتی میخواین سیستم عصبی خودکارتون رو مثل یک اله کلنگ در نظر بگیرید. خیلی‌ها میگن مثل گاز و ترمز در نظر بگیرید. ما نمیخوایم خیلی سمپاتیک یا خیلی هم پاراسمپاتیک فعال باشیم. ما میخوایم همیشه توی تعادلی باشن، به جا، به موقع. و هر جا که زیادی گاز میدیم حالا باید ترمز بگیریم، جا برعکسش. درسته؟ برای اینکه این اله کلنگ تعادل رو رعایت کنیم، هر زمانی که نیاز دارید هوشیار شین، میتونید سیستم عصبی سمپاتیک رو فعال کنید. چطور؟ باید که بازدمتون کوتاه و دمتون زیاد باشه. مثل زمانی که breath of fire انجام میدیم. می‌بینید؟ زمانی که breath of fire انجام میدیم، شما بازدم‌های خیلی کوتاه دارین و دمی که خیلی متوجهش نیستیم، ولی بازدم‌های فعال و کوتاه. اما زمانی که تنفسی مثل تنفس مربعی انجام میدیم، تنفسایی که با هولد الان انجام میدیم یکیشو، و بعد
بازدم تا جای ممکن طولانی میشه، به دلیل که شما موقع بازدم دیافراگم میاد بالا. اینو خیلی‌ها شاید اشتباه کنن، فکر می‌کنن موقع بازدم دیافراگم میره پایین. نه، دیافراگم عضله‌ای که دقیقاً زیر قفسه سینه هست، این عضله که مثل یه پرده اینجاست. شما دم رو که دارین، دستتون امتحان کنین بذارین رو شکمتون. وقتی دم رو دارین، شکم میخوام بیاد جلو، حتی شده 1 سانت اومد براتون. چرا شکم میاد جلو؟ چون دیافراگم میره پایین، قفسه سینه باز میشه، قلب تو فضای بزرگتریه. چون تو فضای بزرگتری داره، گردش خون توی قلب آهسته تر انجام میشه. این یه سیگنال میفرسته به مغز و مغزتون میگه حالا ضربان قلب رو ببر بالا. بر همین دم ضربان قلب شما رو میبره بالا، شما رو هوشیار میکنه. پس دمی که طولانیه و دمی که طولانی و قویه، ضربان قلب رو میبره بالا. یعنی شما وقتی دم رو دارین، یه بازدم اینجوری دارین، چند بار این کارو کنید، به سرعت میبینید که حالت برانگیختگی بهتون میده، یا حتی کمی سیستم عصبی سمپاتیک فعال میشه و بازدم کوتاه. اما برعکسش، وقتی بازدمتون طولانیه، موقع بازدم شما دیافراگم میاد بالا. وقتی میاد بالا، قلب یک فضای کوچکتری داره، پس دوری که توش میزنه، یک دوری که گردش خون داره، سریعتر یه پیام میفرسته به مغز و بعد میبینی که ضربان قلب آهسته تر میشه، که گردش خون آروم تر شه. پس بازدم هر چقدر طولانی ترین، به عنوان یه قانون داشته باشید، اگه فکر میکنید یادتون میره بنویسید: بازدم طولانی مساوی پایین آوردن ضربان قلب، فعال کردن سیستم عصبی پاراسمپاتیک، فعال کردن عصب واگ. اوکی؟ و اینو یکی از بهتریناش رو شما توی آه فیزیولوژیکی داریم. یه بار دیگه آه فیزیولوژیکی انجام میدیم. دم دوم کوتاه روش، بازدم طولانی از راه دهان تا جایی که میتونید بازدم رو طولانی کنید. تا جایی که میتونید. خب، موقع عصبانیت کدوم بهتره؟ بازدم کوتاه یا بلند؟ موقع عصبانیت بازدمتون رو طولانی کنید. عصبانیت باز یعنی که اون سیستم عصبی سمپاتیک فعال شده دیگه، یعنی شما توی حالت برانگیختگی، این جنگ و گریزی. برای شما اگه بخواید دوباره کنترل رو روی سیستم عصبیتون داشته باشید، باید عصب واگ رو فعال کنید. پس بازدمتون خیلی باید بازدم طولانی باشه. خب، تمرین بعدی آماده این؟ تمرین بعدی تمرین تنفس مثلثی، خیلی تمرین خوبیه برای اینکه ما با یک باندا یا قفل همراهش میکنیم، که توی یوگا ما به نگه داشتن انرژی پرانا، که انرژی پرانا انرژی حیات، یادتون باشه فقط تبادل اکسیژن و دی اکسید کربن نیست. اپیزود اول کندالینی یوگا توی کست باکس و توی اسپاتیفای در پادکست سفر سلامت اومده، حتما گوش کنید. حتما گوش کنید. من دیگه اصلا اون چیزی که این همه منتظرش بودین یادم رفت اینو بگم یه دفعه وسط کار، برای اینکه دقیقاً این جمله رو اونجا گفتم که انرژی پرانا فقط تبادل اکسیژن و دی اکسید کربن نیست. انرژی پرانا چیزی فراتر از اونه. برای تمام دوستانی که منتظر کندالینی یوگا بودن، یادتون باشه اپیزود اولش در پادکست سفر سلامت اومده. برین تو کست باکس یا اسپاتیفای سرچ کنید سفر سلامت مونا رحمانزاده. اپیزود اول کندالینی اومده، دومیش هم به زودی میاد، خیلی زود. خب، دم رو داریم، مثلا فرض کنید 3 شماره. همینجا حبس نفس رو داریم. چونه رو میچسبونید، نزدیک میکنید به قفسه سینه، اینجا حبس میکنید. اینجا یه باندا داریم، یه قفل داریم که پرانا یا حالا تنفسی کردین اینجا نگه میداریم و بعد دوباره سر رو میاریم بالا. این برای تحریک عصب واگه. بازدم رو داریم. اوکی؟ بریم انجام بدیم. دم، ته دم، قفل. حتی اگه فکر میکنید اینجوری مثلا رها میکنید، بینی رو بگیرید، سر رو خم میکنید، انگار هوا حبس میشه تو گلو. بعد ریلیز، بازدم. اوکی؟ پس این تنفس هم جز تنفسایی که خیلی سریع میتونه کمک کنه به تحریک عصب واگ. دم، قفل، سر چونه رو میچسبونید به گردن، بازدم. دم، بازدم و قفل
یک عدد باشه، یعنی مثلا 3 ثانیه 3 ثانیه 3 ثانیه 4 4 4 5 5 5. اینجا نمیخوایم. بازدم میتونه طولانی ترم باشه، بازدم خوبه که طولانی باشه. اینم یکی دیگه. بریم برای دیافراگم یک تمرین رو بدیم. آماده این؟ دوباره صاف میشینین، یه دستتون رو شکم، یه دستتون رو قفسه سینه. روی قفسه سینه میذارم چون نمیخوام از اینجا نفس بکشین. میخوام از اینجا نفس بکشین. اینجا نمیخوایم تکون بخوره. خب دستم میذارم اینجا، یه دست روی شکم. حالا دم رو که دارین، شکم میاد جلو. حتی شده 1 میلیمتر، ولی شکم میاد جلو، قفسه سینه تکون نمیخوره. دم، بازم شکم میره تو. سما جان، این که میگی بازدم حتما باید از راه بینی باشه، در دوره تنفس و مدیتیشن سفر سلامت بهینه ترین نوع تنفس رو میدونیم زمانیه که آن دیفالت 99% مواقع شما دم از راه بینی داری، بازدم از راه بینی داری. دهان بسته است. اصلا این دهان فقط برای حرف زدن، غذا خوردن، این برای نفس کشیدن نیست. پس این بسته است. همیشه دم و بازدم از راه بینی، بینی برای نفس کشیدن. اما یک زمانهایی ما آمدانه از راه دهان بازدم رو داریم، حتی یه زمانهایی از راه دهان دم رو داریم. من تو کلاس سوماتیک 2 هفته پیش که برای حال خوب ایرانی ها اینجا گذاشته بودم، یکی از نفس‌ها اصلا نفسی که شما دهان رو باز میکنین اینجوری باید، اصلا از مستقیم از راه دهان. اون بیشتر به خاطر بازم تحریک عصب واگه و به خاطر جزء حرکات سوماتیکی که باعث ریلیز سریع احساسات میشه. اونها فرق میکنه. اونها یه سری تکنیک‌های تنفسی که تو دوره تنفس و مدیتیشن سفر سلامت میبینیم. ولی آن دیفالت کسی که سالمه، تو خوابه، تو ورزشه، توی بیداریه، وقتی حرف نمیزنه، این دهن بسته است از راه بینی. بینی هم که اوضاعش به قول آرزو جان خرابه، کسایی که آلرژی دارن، ما انحراف تیغ بین داریم، ما آسم داریم، دوره تنفس و مدیتیشن سفر سلامت برای شما داروه. انجام بدین تمریناتشو، برگردید 2 هفته بعدش، 4 هفته بعد به من بگین حالتون چطور، اون وقت با هم حرف میزنیم. خب بریم دوباره اینو انجام بدیم. دستو میذارین روی شکم، دم، یه دست رو قفسه سینه حرکت نمیکنه، دم شکم میاد جلو، باز دم شکم میره عقب، دم شکم میاد جلو، باز دم. اینو میتونید خوابیدم انجام بدین. یک بالشی، یه لباسی رو بذارید روی شکمتون و ببینید این تمرین. این تمرین رو قبل از خواب انجام بدید، خیلی عالیه. سعی کنید 10 دور حداقل 15 دور انجام بدید، 5 دقیقه انجام بدید، فوق العاده است و عضله دیافراگم کم کم قوی‌تر و قوی‌تر میشه و شما میبینید که چقدر خوب با همین حرکت، حتی شما توی HRV یعنی Heart Rate Variability بهش میگیم، میتونید اون رو در خواب هم کنترل کنید. یعنی شما ضربان قلبتون، ضربان قلبیه که ما با افزایش عمر، اینو بدونید افرادی که پیر میشن HRV توشون کیفیتش میاد پایین‌تر. یعنی در واقع بالا پایین شدن ضربان قلب، به خاطر اینکه ما به صورت خودکار اصلا همین عصب واگ همین کار رو انجام میده. اما شما وقتی آگاهانه با تمرینی مثل تمرینات تنفسی که یکی از بهتریناش همین تمرین تنفس دیافراگمی هست شروع میکنید به تقویت این عضله، شما دیگه حتی تو خوابم میبینید که ضربان قلبتون تحت کنترله. و یکی از اون کارهاییه که من میگم لایف استایلی برای تنظیم عصب واگ مهمه.